خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز یه آهنگ جالب آوردیم عزیزم از استیوپای عزیزی که رحمت خدا رو رفته و روحش شاد باشه و یکی از آدمای معروف تاجیکستانی، خواننده‌های خوب تاجیکستان بود. این دفعه فیتش با باستر، همون پسره بود که با لئو خونده بود، کپی رایت هم زد. کپی رایت میزنن. اسم آهنگشون تئامو هست. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. خب لئو تئامو از استوپا و باستر. Let's go. فکر کنم اینم باشه. این پسره بنده خدا همونی که فوت کرده. نمیدونم تاریخشو یکی گفت تو کامنت اما یادم رفت. این بستره که اون سبکی بود که گفتم جالب میخونه. میگه 100 بار میخونم با تو اما چقدر خوب میتونه ریتم آهنگا رو درست کنه. واقعا آفرین، این خواننده خوبیه که اینجوری انقدر ریتم خوب میتونه با آهنگ بده. میگه در واقع وایسا میگه در باغ عشق تو کبوتر آزادی. چه جالب. ای ماه تابان تو در خواب من، در خواب من. خیلی باحال، ریتمشو خیلی دوست دارم. فکر کنم اون آهنگش هم که همچین چیزی بود، همین ریتمو داشت که داشتیم راجبش حرف می‌زدیم. همین. آره. اوه چه خوب میخونه. اوه شوکه اصلا نفهمیدم با هنجرش چه صداهای تئامو. تا اینجا که خوب بوده. 1 دقیقه و 31 ثانیه، کلا 3 دقیقه خورده ایه که تا الان 1 دقیقه خوردهشون خون. فکر کنم یه دونه ورس بیاد بخونه. خیلی خوب. ببین نگاه کن، بعضیا میان میگن که شما نمیفهمید که چی میگه فلان و بیسار کلی حرف بزنن. واقعا خب ببین الان همین جوری که ساده صحبت کنه سخت فهمیدنش. دقیقاً. چه برسه بخواد یه سری کارهای هنری داره انجام میده و واقعا سخته که بفهمیم. تا اونجایی که متوجه میشیم سعی میکنیم که بگیم، اما بیشتر توی حس و حال موزیک هستیم. ما تحلیل و بررسی و تفسیر و اینا نیستیم. ما واکنش خودمون رو نسبت به ریتم، صدا، خواننده فلان به این چیزا میدیم. من نمیدونم، نفهم. من اصلا واقعا اوه شیت. خودتو آماده کن استوپا. منم میمارم برات کم درک خطا رفتک تیرود ایرو تو برینو شکستک چند تا دیلود. موهای تنم سیخ شد. قشنگ به قیافه اون آقای میخوره که این شکلی میخونه. خشمگین بزنه. درکی پیشی اینستا و گویو کارالوا خشوکیت قطی فلت پاراللنا بوی تو خید در ایونت لیکن دستا بوی بودی سلوش ندیدن هپی اند.
یا خدا چقدر باحال میخونه واقعا. روح شاد اگر بود الان یکی از بهترین رپرهای تاجیکستان بود. اینجا رایمو ببین Tillfället parallellerna Buggy och skidar rajonet legend Hasta boy borde sложно digan happy end baby تبغى تبيدي القش كم الليدي ده سمالو تكاف مدى أخيرهم بليتي ولا فايدك بالي تقول چه خشی داره تو صداش. میتونم افتری بیتی بشم اوناشی مدى دیل تمیتی مدى باشه زنی خوب تو ده عشق قدیما نشی بگو ده دیگریش تو هفته مسمونم نیست دیگه تریش تو زبی پاریش دوری مدى میزی پاریش. ولی واقعا هیچیشو نمیفهمم. آره ببین مثلا توی یه جمله 10 کلمه ای 2 الی 3 کلمه رو میفهمیم، ولی خب مثلا این کلمه سومو که میفهمی مثلا کناریشو نمیفهمی که بتونی جمله رو کامل کنی. میگم ولی خب الان برم بشینم یکی دو بار دیگه گوش بدم میفهمم. ولی ورسش عالی بود، خیلی خوب شروع کرد و خیلی هم اصلا به آهنگ میومد. دیسلاو سنگینی هم بود، فکر کنم یه چند تا جام ریده به یارو. آره و اینجوری که این میخواد کوری دوباره ما حیاتی ما ای روزی دیل که حیاتی ما در یادی ما در بودی عشق کبوتری آزاد تو در واقع عشق کبوتر آزادی من. بال بزن برو ببینم برو دیما ای میری دی تو در جانی من ای جانی من ای روزی عشق در یادی ما حیاتی ما ای روزی خوشم اومده از ریتمش. فردا تو تولد میخوام بذارمش حیاتی من. بذاریمش جدی میگم دیدیم تو حیاتی ما در یادی ما در بودی عشق کبوتر. ببین بستر اگه کپی رایت نزنه پسر خوبیه. آزادی ما ای سری دی تو جادی من ای جانی من ای محیط و بون تو در خوابی من نایابی من. اوه چه جالب میگه ای ماه تابان تو در خواب من نایابی من. میدونی من اینجا چی فهمیدم؟ من فکر کردم میگه که ای ماه تابان نه یا تو خواب من شکلی فهمیدم. بذار ببینم شاید این شکلی که تو میگی درسته. ای سری دی تو جادی من ای جانی من ای محیط و بون تو در خوابی من نایابی من. نایابی من. ای مهربون صدای من شدی من. همش هم با من شروع میشه. ببین چقدر جالب مثل شعرگونه نوشتش. درمون ببری مریضی و دیما ای مهری دیر تو در جانی. خوبیش اینه که خودشو رها میکنه هر جوری که صداش میاد. یا بعضی موقع اینجوری میشه ولی خب در کنار سبکی که میخونه جالبه. جعفر لئو بابا این لئو آخه زوج خوبی هم با لئو. کی این پسره؟ تیامو نیست که تیامو اسم آهنگشه. باستر استیوپا. این بستره. ولی خب بستر و لئو واقعا زوجای خوبی هن کنار هم به نظر من. آهنگ آره واقعا. این هم از تیامو خیلی موزیک جالبی بود، کاش زودتر بهش گوش داده بودیم. خیلی خفن بود و خیلی هم ترنده توی تاجیکستان ایضا. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. Good night baby. Oh baby